كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 17 جایگاه صحابگان، خداوند از آنها راضی باد. و افضل الناس بعد النبیین علیهم الصلاة والسلام ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين غابرين على الحق ومع الحق، نتولاهم جميعا ولا نذكر الصحابة الا بخير. و بهترین مردم پس از پیامبران علیهم الصلاة والسلام ابو بکر صدیق، سپس عمر ابن خطاب، سپس عثمان ابن عفان، سپس علی ابن ابو طالب رضوان الله علیهم اجمعین می باشند که همه بر حق ثابت بودند. ما همه آنها را دوست می داریم و از صحابه رضی الله عنهم جز به خوبی یاد نمی کنیم. و بهترین و افضلترین مردم بعد پیامبران علیهم الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشند. در این مسئله رافضی ها اختلاف دارند، اگرچه در بابت جانشین رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از سر او مانند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عهدنامه از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم وجود ندارد، اما از روی خدمتشان در راه اسلام و از روزهای اول اسلام در همه حالت همقرین رسول الله صلی الله علیه و سلم بودنشان و قرب و منزلتشان حضرت ابوبکر رضی الله عنه را به این وظیفه سزاوار و ارزنده بود. گذشته از این همه انصاری ها به او بیعت کرده بودند، مگر سعد ابن عباده بیعت نکرد، زیرا او برای خود ولایت را طلب داشت. حضرت عمر و ابو عبیده و دیگر شخصان از انصاری ها به آن حضرت بیعت نمودند. کسی از حاضرین نسبت حضرت ابوبکر خداوند از او راضی باد نگفت که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وصیت نامه در دست ما وجود دارد، و هم کسی نگفت که بعد از پیامبر حتما خلیفه شدن حضرت علی یا حضرت عباس خداوند از آنها راضی باد یا نفر دیگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت نداشت. اگر چنین وصیت نامه وجود می داشت، البته در آن لحظه ها حاضر می گشت و آواز بلند می شد. بعد از حضرت ابوبکر رضی الله عنه بهترین مردم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه است که او بین منافق و موافق حکمش را جاری کرده بود. از این خاطر او را فاروق گفتند. حضرت عمر را قصه قتلش طولانی و او در صحیح بخاری درج گردیده است. بعد حضرت عمر رضی الله عنه بهترین مردم حضرت عثمان ابن عفان ذی‌النورین است. حضرت عثمان رضی الله عنه نفری بود که دو دختر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به زنی گرفته بود. وقتی که همسرش از عالم رفت، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اگر مرا دختری سیوم می بود، البته او را به تو به زنی می دادم. بعد حضرت عثمان رضی الله عنه بهترین انسان حضرت علی ابن ابو طالب می باشد. او پسر عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. لقب حضرت علی رضی الله عنه مرتضی بوده، همسر فاطمه زهرا دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. فضائل این شخص های بزرگ در کتب حدیث نوشته شده است و شمائلشان در زبان علما به خوبی مشهور است. به اساس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را افضل مردم ندانستند. برای تقویت گفته های بالا یک مثال می آوریم.
وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار شدند، امامتی نماز مردم را به عهده حضرت ابوبکر رضی الله عنه گذاشتند و او چند شبانه روز امام نمازگزاران بود. از این رو صحابگان کرام عقیده و اجتهاد کردند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی شد که حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیشوای دینی ما باشد، پس چرا ما راضی نمی شویم که در دنیا پیشوای ما باشد؟ البته ما به این راضی هستیم. بعد این همه صحابگان کبار با نظرداشت علم و تقوا، کلانسال، صاحب مرتبه و دارای دیگر خصلت‌های حمیده بودنش، حضرت ابوبکر رضی الله عنه را جانشین حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلیفه انتخاب نمودند و خداوند داناتر است در این مسئله. همه آن چهار یار عبادت گزار بودند و از آنچی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از فضائل بود آموخته بودند و آنها ثابت قدم بودند. طول عمرشان دائما با حق و همراه حق بودند. ما اهل سنت و الجماعت آن چهار یار را گرامی و دوست می داریم. هیچ یک از آنها را بد دیدن و دشنام دادن جایز نیست. این را نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده اند. این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم ردیه است برای خوارجی ها که می گویند علی و تابعان او و معاویه هم با پیروانش از اهل کفرند. چون این عقیده را خوارجی ها از آن دسته کردند که این دو نفر قتل مومنان را به سبب آن مخالفت که بین آنها بود اختیار نموده اند. این نزد خوارجی ها چنین گناه کبیره است که گویا از حد ایمان بیرون آمدند و برای تقویت این فکر دلیل های گوناگون می آورند. اهل سنت و الجماعت باشد همه آنها را یک خیل می دانند و در راه رضای الله تعالی اولین روندگان می حسابند. در نسبت جرم ایشان یگان دلیل عقلی و نقلی نمی بینند و خلاف آیت 101 و 102 سوره توبه که نسبت ایشان نازل شده است چنین دلایل نیز نمی بینند. هر کسی صحابه بودن حضرت ابوبکر رضی الله عنه را انکار کند کافر است. دلیل آیت 40 سوره توبه. فرقه رافضیه عقیده دارند که آن چهار یار در کار دین نسبت به دوره حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر یافتند. این قول رد شده است، زیرا آنها همچنانی که پیش بودند همان گونه باقی ماندند. ما همه آنها را یک خیل دوست می داریم. آنها اولین شخصانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با نازل شدن اولین آیت ها از قرآن آنها را تربیه کرد و هیچ وقت این شخصان از جمله گمراهان نمی باشند. خداوند از این فکرهای بد تمام مسلمانان را نگاه دارد. و ما حق نداریم و هم اجازه نیست که یگان صحابه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را سخن ناجا گوییم یا در نسبت ایشان بی‌آدابی کنیم، اگرچه از ایشان در صورت شر چیز صادر شده باشد، زیرا کارشان از روی اجتهاد بود نه از روی فساد و عناد، بلکه آنها چنان رجوع می‌کردند و میل می‌کردند به سوی خیر و گمانشان نیک بود. ما همه اصحاب را به نیکی یاد می‌کنیم و می‌گوییم رضی الله عنهم، یعنی خداوند از آنها راضی باد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بهترین قرن من است. هر چی که بین اصحاب گذشت ما حقوق نداریم حکم یک طرفه براریم. از جمله حادثه بین حضرت علی رضی الله عنه و حضرت عایشه رضی الله عنها هر چی بود گذشت و آن را خداوند می‌داند و خود ایشان.
ما برای عملهای خود جواب می دهیم، از کار آنها ما را پرسیده نمی شود. خلاصه در حق صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم با ادبانه سخن کردن لازم است، چنانه که حضرت امام اعظم رحمه الله احترام کرده می گویند که اگر حضرت علی نمی بود ما سیرت و صورت اهل خوارج را نمی شناختیم. پس برادر و خواهر ایمانیم، امروزها چنین فرقه ها خیلی بسیارند که بعض از صحابگان را دشنام می دهند. پس ما باید احتیاط بکنیم تا فریفته این گمراهان نشویم و پناه می بریم به سوی خداوند از این گونه فرقه ها. درس امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.